سؤال: أثابكم الله، يقول: هل الفطرة حجة على من كفر؟ سوال میدهد یک کس که الله به شما ثواب بخشد، یعنی اجر ثواب پاداش بدهد. میفرماید چی میگوید؟ آیا فطرت حجت میشود با مقابل کسی که کافر شده است؟ نگاه کنید، پیش از اینکه داخل شویم موبایل نصب فهمیدون، گوش کنید. آیا فطرت حجت میشود با مقابل کافر شدگی آدم؟ کل مولود یولد علی الفطره. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه تمام کودک خواه از کافر میشه، خواه از یهود میشه، خواه از نصرانی میشه، خواه از مسلمان، و این مسلمان است. یعنی که به مسلمان، به اسلام تولد میشه. در وجودی و در طبیعتی و الله شناسی هست. کل مولود یولد علی الفطره. فطره به معنی چه؟ یعنی به اسلام تولد شدن. فهمید؟ اگر او را از بیرها داداش و یعنی پدرش و مادرش، یا که پدر و مادرش، یا که گرد اطراف به یهودی و نصرانی و کمونیست و دیگه فرقه ها نشونش ندهند، هم تو آهسته خودش الله شناس میشود اگر او به حال خود مونه. ولی متاسفانه و یگون جا نیست که انسان پرداخته شود که و خودش چی شود. فهمیدید؟ اکنون یک کس کافر میشود، ما میتونیم گفتن برای بچه خب باید تو کافر نمیشدی. امی فطرت چه؟ به مقابل تو چه؟ حجت هسته، تو باید کافر نمیشدی. فهمیدید؟ یعنی فطرت یعنی که انسان که با اسلام که به دنیا بیاد دیگر نباید که تو چه؟ کافر میشدی. فهمیدی؟ یعنی که خب اکنون میگوید که هل الفطرة حجة على من كفر؟ الجواب: الحجة بإرسال الرسل. نه، حجت با فرستانیدن رسول هاست. فهمیدی؟ حجت چی میشه؟ با رسول فرستانده میشه. اما الفطرة وحدها فلا تكتفي حجة. اما فقط فطرت این خودش به تنهایی برای حجت شدن کفایت نمی کند. لو كانت الفطرة حجة، اگر فطرت خودش حجت میشد، ما ارسل الله الرسول، الله رسول ها را نمی فرستانید. فهمیدی سادی؟ نگاه الله می فرماد که رسولا ما رسول ها فرستانیدیم، مبشرین و منذرین. نگاه کنید، در برابر فطرت میگوید که ما چیکار کردیم؟ با رسول فرستانیدیم و یا نکوکارها را به جنت خبری خوش میدادم و بدکارها را به دوزخ خبری بد میدادم. مبشرین بشارت میدادم، مژده میدادم و منذرین بیم میکناندم. اینا با بعد بشه. برای چی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. تا بفایده من چی گفتم؟ بعد الرسول نه، بعد الرسول، تا اینکه به فایده مردم به مقابل الله بعد از رسول ها را فرستانیدن چی نشود؟ حجت نشود. گفته فهمیدیم؟ یعنی پگه مردم در پیش الله نگویند که رسول نبود برای همون ما کافر شده. فهمیدیم؟ معلوم میشود است که این به فطرت هم یعنی که انسان مسلمان شدنش یا که کافر شدنش این چی نمیشد؟ این کفایت نمی کند. با در برابر فطرت الله حق سبحانه و تعالی رسول فرستانید که پگه نگوین که ما نفهمیده، ما ندونستیم. فهمیده؟ دوامش بینید: لا تعرف الواجبات والمحرمات والمكروهات. یعنی واجب ها را شناخته نمی شود، حرام ها را شناخته نمی شود، مکروهات شناخته نمی شود. هذا ما یبینه الا الرسول. یعنی هیچ که بیان کرده روشنی انداخته نمی تواند بجز رسول ها. رسول ها اصلا میگن که این واجبه، این مکروه، این درسته، این نادرسته. ولكن الفطرة تربة صالحة للخير. ولی فطرت هم چیز خوب است،
این یک چی تربتی خوب است، یعنی که یک خاکی پاک است که همون اندک دعوتی که از جانب رسول ها پرتافته می شود در اونجا، یک تخم دعوتی که در درون اون خاک پرتافته می شود، چی می شود؟ سال زمینی تیاره، فقط کاشتن در کار خلاص. و همین شخص چی می فرماید؟ فطرت این یک خاکی پاک است که قابلی کل خیر است. یعنی فطرت نقضش از آن عبارت است که فطرت آبادش از آن خوبش در آن است که نکنه. چی میگه؟ فطرتی تازه خوبش در آن است که هر دانه هر کشتی خوبه که میپرتایی اون قابلی همون کشت میشود. این خیلی نه که مثال گیریم پرمیش شود یا که قبول نکند، نمازش بوی نفرت کند. فهمیدی؟ وقتی که با یک برای چی بعضی فرزندای روس از روس زاده ها یا که کافر و کافر زاده ها میبینید که آهسته آهسته اونا را اسلام میفهمونن، معقولشون میشد. این معلوم میشه که همین انسان فطرتش چی بود؟ یک تربتی صالح بود برای قبول که این صلاحیت داشت چی؟ نه قابلی کل خیر بود. برای همه اندک مسلمان دعوتش میکنه، اون مسلمان عیسی دیگر روس بانوان ایگا برادر ایلیا. اینو برای چی؟ یعنی که هر نصیحتی که شنیدن از اسلام، هر پند و نصیحت شنیدن از مسلمان های واقعی چی؟ پیشتر و یا که گویم سابقتر و تلاششون بسیار شده از دیگران میگذارن، برای خاطر آن که اینها یعنی تربتشون چیست؟ پاکیزه است. فهمیدی؟ فطرتشون آباد است. برای من یعنی سبحان الله باید برای طبیعت کوشش کردن کرد. در وقتی دست ما احمد میدیم رو روسبانان چخل به دقت نوشته، اما این مسلمان و من مسلمان و این عباس و من مسعود و من محمود و من یعنی دیگه عباس و عباس زاده‌ای که میبین تو نومش ساشنش نومش پاشن است، میبین در دست میشن خوابن سالهای دراز در صحبت شخصی سای خوابالود است، یگون چیز نمید به دقت نیست، منتبه نیست، بیدار خوابه دویم چشمش کشاده درونش خرس خوابه، فطرتش ویرون چرکین. انا همون فطرت باید انسان دائم تازه کرده است. فطرت به چی تازه می شود؟ به تقوا. تقوا چه؟ تقوا این جماع کل خیره، تمام خیر خواهی که به دست بیاری تقوا. حتی تقوا نداشته باشی علم نمیتونی گرفت، الله نمیتیتد. الله میفرماید در سوره بقره چی؟ میگوید که اتقوا الله و یعلمکم الله. از الله تقوا کنه، الله شما را علم میدهد. معلوم است که یکی از سبب هایی که شما یا که ما و شما علم به دست میاریم این چه؟ تقوا. تقوا فقط این نیست که در فلان مقام کنی در خونه بعد حرامات نگاه نکنی. وای تقوا در همه جا میشود. فهمیدی؟ اختصارا میگم یعنی گفتهای الله را به جا میبری قدر استطاعت از معل کرده هاش دست میکشی، اینه میگون تقوا. فهمیدی؟ بارک الله. خب ولكنها لا تكفي، ولی این فطرتی آباد کفایت نمی کند. لو عاش الانسان عليها ولم يتعلم ولم يعمل شيئا فانها لا تكفي. شیخ می فرماید اگر انسان تمام عمر به فطرتی تازه هم باشد، زندگی بکند و تعلیم نگیرد، یگون چیز عمل نکند، این فطرت یکون کار نمیدهد. برای خاطر آن که فطرت یک خودش کفایت نمی کند. از همین لحاظ فطرت چی شده نمیتواند؟ به مقابل کافر حجت شده نمیتواند. حجت بعد از رسول میشده است. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. فهمتم؟ این دلیل است.